طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. لما صار المركب نساني، صاروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يتيم الولهانا، يتيم الولهانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر، علاني يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة، تغمرني بأمانة، وتغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. نبينا أغلى أمنياتي، أزورك لو مرة بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. بشراكي المدينة، بشراكي بقدوم هادي، يا بشراكي فهل لي مأوى في حماكي، أتمنى فالنور سبانا، نوركم سبانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اما بعد. برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز سه شنبه 23 ماه اپریل 2024 میلادی است و بنده از طریق شبکه جهانی امت وسط در خدمت شما برادران و خواهران برای لحظات مختصری خواهم بود. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی
این مبحث امروز ما را مورد پذیرش و قبول و اجابت قرار بدهد. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران گرامی، قبل از آن که ما در رابطه با برنامه امروز خدمت شما مطالب را به عرض برسانم، نسبت وفات یک تن از علمای بزرگوار امت اسلام، جناب شیخ عبدالمجید زندانی رحمه الله، مطالب را خدمت شما به عرض می رسانم. دیروز دوشنبه 22 اپریل 2024 میلادی یک تن از دعوتگران مشهور جهان اسلام و یک تن از مشایخ و علمای مبارز و یک تن از دعوتگران واقعا مشهور در بین امت اسلام به نام شیخ عبدالمجید زندانی به لقاء الله پیوست. انا لله و انا الیه راجعون. شیخ عبدالمجید زندانی چه کسی بود و زندگی از او به طور مختصر از چه قرار است؟ شیخ عبدالمجید زندانی یک تن از علمای مشهور امت اسلام و از کشور یمن بود و او دیروز در استانبول نسبت مریضی هایی که داشت به لقاء الله پیوست و در سن 82 سالگی بعد از یک دوران از مریضی که سپری کرد، او روح خود را به روح آفرین تسلیم کرد. انا لله و انا الیه راجعون. شیخ عبدالمجید از زندانی یک تن از شخصیت‌های مشهور و مطرح در بین امت اسلام بود. او در بین امت اسلام از شهرت برخوردار است که هر دعوتگری که با دعوت و دعوتگران سابقه آشنایی و معرفت داشته باشه، کمتر کسی باشه که نام شیخ عبدالمجید زندانی را شنیده باشه ولی او را به اصطلاح مشهور نشناسه. ولی به هر صورت او یک تن از دعوتگران جهانی امت اسلام بود که در بخش اعجاز علمی قرآن و سنت بسیار شهرت داشت. شما آیاتی که در رابطه با مسائل به طور مثال فیزیک بود یا مسائل طب بود یا مسائل خلقت انسان بود و یا برخی آیات دیگری که در رابطه با علوم و معارف زیادتر مورد بحث و بررسی این مطالب را قرار میداد، شخصیت عبدالمجید زندانی در سطح جهان من حیث یک ستاره درخشان در بخش اعجاز علمی قرآن و سنت بود. او همچنان رئیس هیئت علمای یمن و یک تن از دعوتگران بود که در قضایای امت اسلامی نقش داشت. حتی ملت شریف افغانستان و مجاهد افغانستان با شیخ عبدالمجید زندانی از زمانی که شوروی در افغانستان تجاوز کرده بود آشنایی کامل داره، خصوصا کسانی که در دوران جهاد از این شخصیت بزرگوار شنیدند. واقعا مرگ علمای مجاهد و مرگ دعوتگران متحد قلوب ما را در فراقشان محزون می سازند. پیامبر اسلام فرمود موت العالم ظلمة فی الاسلام. مرگ عالم یک خلایی در اسلام ایجاد میکنه. لا یصدها شیء ما اختلف اللیل و النهار. با گذشت شب و روز این خلا مشکل است که دیگه
پر شود. از زندانی از فعالان واقعی مبارزات اسلامی بود و از علمای برجسته در عرصه اعجاز علمی در قرآن کریم و مؤسس پانتون الایمان بود که در بخشای اعتقادی و اعجاز علمی اسلام بسیار تعلیم و تعلم و تدریس صورت می گرفت. از زندانی در سال 1942 در قریه به نام الذهبی در ولایت اب در یمن به دنیا آمد و تحصیلات اولیه خود را در یمن سپری کرد و بعداً به عدن رفت و تحصیلات رسمی خود را در عدن به پایان رسانید. از زندانی به این ترتیب در مصر تحصیل کرد، مدرک و سند حقوق اسلامی را به دست آورد از فاکولته و یا پانتون ازهر شریف و بعد از کودتای 19 یا انقلاب انقلاب 1967 دوباره به یمن برگشت و در کارهای سیاسی هم یک عضو فعال و یک مبارز خستگی ناپذیر بود. در مصر در زمان اقامت خود شیخ از زندانی با اخوان المسلمین ارتباطات برقرار کرد که باعث دستگیری او شد و باعث اخراج او از پانتون و اخراج او از کشور مصر شد. عبدالمجید زندانی بنابر دیدگاه های اسلامی که داشت و او خواهان تطبیق قوانین اسلامی در کشورهای اسلامی شد، زیرا نظر عبدالمجید زندانی ای بود که استبداد سیاسی در کشورهای اسلامی ما را به مشکلات و ما را به بدبختی های مواجه ساخته و ای باید چنج شود و باید تغییر پیدا بکنه. از زندانی در دوره جهاد افغانستان علیه شوروی نقش یک مسلمان با احساس و عضو راستین امت محمدی صلی الله علیه و سلم را بازی می نمود. ایالات متحده امریکا طبق خصلت همیشگی اسلام ستیزی که بر علیه مسلمانان متحد و مجاهد و مبارز داره، عبدالمجید از زندانی را به حمایت از تروریسم متهم نمود. از زندانی در رابطه با کودتای حوثی های یمن هم به تفاوت نبود. با دولت حوثی ها مخالفت کرد و او طرفدار مباحثات ملی و از طرفداران آشتی ملی بین همه احزاب و همه جوانب و اطراف مردم مسلمان یمن بود. البته شیخ عبدالمجید از زندانی عضو اعجاز علمی قرآن و سنت در مکه مکرمه و به صفت استاد سالیان در آنجا به تدریس پرداخت در عربستان سعودی. البته پس از آن که شورای علمای ارشد عربستان سعودی بیانیه را صادر کرد مبنی بر این که اخوان المسلمین را به صفت یک تنظیم تروریستی معرفی داشت و پس از آن عبدالمجید از زندانی از سعودی رخت سفر بست و به طرف استانبول رفت و در آنجا به زندگی خود ادامه میداد. البته از زندانی سالیان و یا سالهای در عربستان سعودی در حبس خانگی و تحت محدودیت‌های قانونی و اجرایی زندگی خود را ادامه داد و در سال 2020 یعنی 4 سال قبل به طرف ترکیه مجبور به مهاجرت شد. البته قابل یادآوری می‌دانیم که از زندانی تحقیقات بیشمار در بخش اعجاز علمی قرآن در سطح بین المللی داشت که یک شخصیت کم نظیر میتونم برای او
بگویم که یک شخصیت کم نظیر بود. روحش شاد و یادش گرامی باد. واقعا از دست دادن شخصیت های بزرگوار و چهره های مشهور امت اسلام یک پی دیگه واقعیت امر ای است برادران و خواهران که پر کردن این خلا برای امت اسلام و برای مسلمانان در سطح جهان بسیار بسیار مشکل است. ما برای الشیخ العلامه عبدالمجید الزندانی دعای خیر میکنیم که رب العالمین او را ببخشاید، روح او را در اعلی علیین خشنود بدارد و از بابت جد و جهد او و زحمات و امتحانات و ابتلاعات و آزمایش هایی که در راه دین الله به آن مواجه شد، رب العالمین او را در کنار بهترین بندگان صالح خود حشر بفرماید و خطاهای او را ببخشاید و او را در روز قیامت در کنار مدافعان راستین اسلام و در زیر بیرق محمودا و در زیر درفش شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حشر بگرداند. ظالم بمرد و قایدی از او زشت از او بماند، عادل برفت و نام نیکو اختیار کرد. رفتن ای علمای دعوتگر، کسانی که در قضایای امت اسلام قدراست استاد شدند، مانند قضیه دفاع از قدس و فلسطین و محکوم نمودن تجاوزات اسرائیل و امثال آن و سالیان متمادی، امروز در سراسر جهان امت راستین پیامبر علیه السلام برایش اشک میریزند، دعای خیر میکنند و این اعلانهای تسلیت از اتحاد عالمی علمای اسلام شروع که شخصا عبدالمجید الزندانی عضو اتحادیه علمای جهان اسلام بود که شیخ دکتر یوسف القرداوی رحمه الله مؤسس آن است و این هم یکی از اعضای بلند رتبه و یا یکی از اعضای خدمتگار آن تشکیلات در سطح جهان اسلام بود. از طرف اتحادیه جهانی علمای اسلام هم اعلامیه تسلیت و تعزیت برای خانواده محترمشان صادر شد، همان طوری که از گروه مقاومت و جنبش های اسلامی در فلسطین و در مصر و در افغانستان و در سراسر جهان اعلامیه های تسلیت و تعزیت برایش منتشر شد. البته شیخ عبدالمجید زندانی در یمن در بین جامعه یمن شخصیت شناخته شده و در بین جامعه امت اسلامی هم در جوامع اسلامی شناخته شده است. متاسفانه که بنابر مخالفت های که دولت حوثی ها با او داشتند، خانه مسکونی او را در قریه از زندان در یمن منفجر ساختند و از بین بردند. به هر صورت این دنیا فانی است و این دنیا امتحان است و کسانی بودن از دعوتگران که حتی قبرشان معلوم نیست و حتی برای جنازهشان اجازه فاتحه ندادند، اجازه شرکت نمودن در مراسم جنایزشان ندادند، مانند امام حسن البنا، مانند سید قطب، مانند دکتر محمد مرسی و امثال اینا. و زمانی که شخصیت های بزرگوار یا شهید شدند و یا وفات کردند، حتی از مرده ها و از جنایزشان هم مردمان از اجسادشان بعد از وفات هم ترس داشتند. به هر صورت این دنیا دنیای امتحان است. ما همه به سوی رب العالمین روان هستیم و کسی در این دنیا باقی نمیمانه. اما خوشبخت کسی است که پس از رفتنش دستها بلند شد
زبانها برایش دعا کرد و قلبها در فراقش محزون گردید و ما به قضای الهی تسلیم هستیم. کل نفس ذائقة الموت کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاکرین. و برای این شخصیت بزرگوار دعا میکنیم که رب العالمین این آیه قرآن کریم را در مورد او پروردگار عالم راست بگرداند که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق الله العظیم. ما و شما همه به سوی پروردگار روان هستیم و هیچ کسی از ما و شما بدون شک زنده نمیمانیم. آن کسی که حی لا یموت است رب العالمین است و حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این دنیا رحلت کردند و رب العالمین ملک الموت را برای قبض روح او فرستاد و ابو بکر صدیق برای مردم در روز اول وفات رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایها الناس انه من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. ای مردم، کسانی که محمد را پرستش می کردند محمد رسول الله وفات کرد ولی کسانی که الله را پرستش می کردند الله حی لا یموت است، زنده جاودان است. بنابراین اگر رسالت ختم است مسئولیت ختم نشده. ما بعد از مرگ رسول الله حتی به او سویه بزرگواری که داشت افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آیا به پاشنه های پاهایتان برمیگردین مرتد میشوند؟ اگر مرتد شوند به دین الله ضرر و آسیب رسانیده نمیتوانند. بنابراین ما برای این عالم بزرگوار دعای خیر میکنیم. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور له قبره واحشره مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا. آمین یا رب العالمین. خب برادران، بعد از این صحبت در مقدمه این برنامه ان شاء الله العزیز که مختصرا یک چی را میشنویم نشید را و بعدا دوباره در خدمت شما ان شاء الله خواهم بود. د مسلمانو چیغنا ورڅو د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅو اخ د بی وسا مسلمانو چیغنا ورڅو د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅو د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅو مور قربان قربان کوي زوی پوي نورن شو مور قربان قربان کوي زوی پوي نورن شو د ګلال یو ما شمانو چیغنا ورڅو د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅو اخ د بی وسا مسلمانو چیغنا ورڅو د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅو د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅو دنیا کړه د وړاند د په مست خوب ددا دنیا کړه د وړاند د په مست خوب ددا ویخه بنشي د خوارانو چیغنا ورڅو
مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د مظلومیت حدې له حده پسې هم اوښتی د مظلومیت حدې له حده پسې هم اوښتی تورو پنجرو کې د بندیانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک بشر پلورونکي دي دعوا د بشریت نه کوي بشر پلورونکي دي دعوا د بشریت نه کوي کړنده د انسانانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ څه تنهایي ورته پاتې د اقصی زلمیا اخ څه تنهایي ورته پاتې د اقصی زلمیا غازي پوهېږم د غازیانو چیغې اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک مورې قربان قربان کوي زوی په وینو رنګ شو مورې قربان قربان کوي زوی په وینو رنګ شو د ګلالیو ماشومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک دنیا کړه د وړاند ده په مست خوب ده دنیا کړه د وړاند ده په مست خوب ده ویښه بنشي د خوارانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک د مظلومیت حدې له حده پسې هم اوښتی د مظلومیت حدې له حده پسې هم اوښتی تورو پنجرو کې د بندیانو چیغې ناورې څوک د فلسطین د مسلمانو چیغې ناورې څوک اخ د بېوسه مظلومانو چیغې ناورې څوک
فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک بشر پلورل کې د دعوا د بشریت نکوي بشر پلورل کې د دعوا د بشریت نکوي کړهند د انسانانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک اخد بی وسا مظلومانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک اخڅتن آی ورته پاتې د اقصا زلمیا اخڅتن آی ورته پاتې د اقصا زلمیا غازی پوی غم د غازیانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک اخد بی وسا مظلومانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک د فلسطین د مسلمانو چیغنا ورڅوک ای تو بندوالو میدلوی رب تسوالو نکوا ای تو بندوالو میدلوی رب تسوالو نکوا شاعرہ اوس د شاعرانو چیغنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، با عرض سلام مجدد در خدمت شما قرار دارم. الحمدلله که از این فرصت استفاده کردیم و نماز جماعت و نماز شام مسئولیت است و الله شما را اجر بده. در حفظ امان الله متعال باشین. ما در شروع این برنامه مختصر راجع به وفات یک تن از شخصیت‌های بزرگ، دعوتگران مطرح و یک تن از امتان فعال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دنیای فانی، جناب مرحوم شیخ عبدالمجید از زندانی صحبت کردیم و در قسمت بعدی من میخوام که در رابطه با زیربناهای نظام سیاسی در اسلام یک صحبت مختصر داشته باشم و بعدا از شما مرخص خواهم شد. ببینیم برادران و خواهران، الله سبحانه و تعالی این انسان را در روی زمین برای یک هدف بسیار عالی آفرید، از آن جمله تشکیل نظام. الله متعال آدم علیه السلام را در دنیا روان کرد تا که یک نظام بسازه و ساختن نظام امر قرآن است و این از واجبات هر مسلمان است. انکار از آن کفر است. آنجا که رب العالمین می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. یاد کن هنگامی که پروردگار تو برای فرشتگان گفت که من در روی زمین می آفرینم یک خلیفه و جانشین. این خلافت و این جانشینی و این تطبیق قانون یک وظیفه و مسئولیت به دوش ما انسان ها است. از پدر کلان ما سیدنا آدم علیه السلام برای ما اولاد میراث باقی ماند، بلکه همه انبیاء علیهم السلام را الله متعال روان کرد تا که در روی زمین قانون و شریعت و نظام را تطبیق بکنند. ما جزء مجتمعات و جوامع بشری هستیم. ما در بین مجتمع و در بین مردم تولد می شویم، در بین مردم و جامعه رشد می کنیم، کلان می شویم و در بین مردم و جامعه وفات می کنیم. زندگی جوامع و زندگی مجتمعات
باید بر مبنای اصول و ضوابط و مقررات و نظامها اداره و کنترل شود. در غیر آن اگر ما در جوامع خود نظام نداشته باشیم، مبادی و اصول و زیربناها نداشته باشیم، این تبدیل می شود به جنگل و قانون جنگل قوی ها ضعیف ها را باید بخورند و پاره کنند و هر کسی بدون داشتن یک قانون و بدون داشتن مقررات و بدون داشتن مبادی و زیربناها و اصول، هر آنچه که در شعورشان و یا در دلشان مگذره آن را باید انجام بدهند. بنابراین رب العالمین برای نظم و نسق جوامع بشری برای ما انبیا را فرستاد و برای ما کتابها را فرستاد و ما را گفت که شما از انبیایتان اطاعت کنید، از کتابهایی که برایتان روان میکنیم اطاعت کنید و جوامعتان را در یک چوکات قانونمند باید بسازند و طبق این قوانین باید حرکت کنند. و به این خاطر است که فرق نظام انسانی از نظامهای غیر انسانی بالکل معلوم و متجلی است. و به این خاطر است که من خواستم برخی از صفات و یا برخی از برجستگی های نظام سیاسی در اسلام را خدمت شما به عرض برسانم. چون ما این رسالت را داریم، تشکیل نظام از واجبات مسئولیت های ما است و ما در هر جایی که نظام نباشه میبینیم که بدبختی ها میباشه. اروپا چرا پیشرفته است؟ امریکا چرا پیشرفته است؟ و کشورهای غربی امروز چرا بر مردمش در سایه نظام هایی که ادعا میکنند آرام هستند؟ به خاطری که اینا از نظامشان اطاعت میکنند، به خاطری که نظام هایشان با مردمشان آنچه که میگویند وفا میکنند. پس بدون داشتن نظام زندگی ما پیش نمی رود. اما در یک نظام سیاسی اسلامی هم زیربناهای وجود داره، تهدابهای وجود داره، مبادی و بالاخره قواعد وجود داره که ما باید بر اساس آن جوامع خود را تنظیم بکنیم. اولین کاری که در یک نظام سیاسی اسلامی صورت میگیره عبارت از سیادت قانون است. یعنی قانون در آنجا از لحاظ عقیده و از لحاظ نظام و از لحاظ دولت، تشکیل دادن دولت، قانونگذاری، پلانگذاری، از لحاظ تمدن و اندیشه و تمامش باید قانون حاکمیت داشته باشه. یعنی قانونی را که ما ادعا داریم در تمامی جوانب زندگی، این قانون بر تمامی امورات ما حاکمیت داشته باشه. هیچ امکان نداره که در یک نظام ما نظام تشکیل بدیم و قانون حاکمیت نداشته باشه. و استثناء وجود نداره که قانون بر یک طبقه تطبیق شود و طبقه دیگه مستثنا باشه، بلکه از الف تا به یا، از قاعده تا به رأس، تمام آمرین و مأمورین و تمام حاکمین و محکومین را این قانون شامل می شود و همه در سایه این قانون باید اطاعت کنند. تمام وزارتخانه ها، تمام ولایات، تمام ولسوالی ها، تمام مکاتب و معارف، خلاصه تمام بخش های اقتصادی، نظامی، سیاسی و تعلیماتی همش در سایه قانون تنظیم و ترتیب می شود. البته در یک نظام اسلامی سیادت و حاکمیت و زبردست بودن قانون این به دست رب العالمین است. این الحکم الا لله. قانون را پروردگار روان میکنه، اما این به این معنا نیست که ما در زندگی دنیای خود ابتکارات، اجتهادات و چیزهای نو آوری را اجازه نداریم، بلکه دروازه هایش بر روی ما باز گذاشته شده. اما ما باید تابع یک قانون باشیم در یک نظام. هیچ امکان نداره که قوانین متعدد را ما در یک کشور به خاطر پیش بردن یک نظام دنبال کنیم. در امریکا همینطور نیست، در اروپا همینطور قاعده نیست. پس در مورد ما کشورهای اسلامی چرا مردم این توقع را داره که در یک مملکت چندین قوانین باید تطبیق شود، باید یک قانون باشه؟
در این شک وجود نداره. در برابر این قانون همه باید تسلیم باشند. امر و نهی مربوط یک مرجع باید باشه. تحلیل و تحریم، حلال دانستن و حرام دانستن مربوط یک مرجع باید باشه. خلاصه یک شارع و یک قانون ساز و یک مرجع قانونی وجود داره. یکی از صفاتش است، یکی از خوبی هایش است. دوم، در نظام اسلامی سلطان و قدرت برای انتخاب زعیم و آمر و رئیس دولت و سایر مسئولین، این مرجع خود مردم است. مردم زعیم خود را انتخاب میکنند. البته انتخاب زعیم به معنای این است که مردم از قانون برتر هستند. این در دنیای مدرن وجود نداره. شما در اروپا و در امریکا و کشورهای غربی زمانی که یک زعیم را انتخاب میکنند در سایه قانون انتخابش میکنند. همچنان در نظام اسلامی زعیم در سایه قانون انتخاب میشود، ولی انتخابش به دست مردم است. این مردم است که رئیس دولت و امیر المؤمنین و خلیفت المسلمین را انتخاب میکنند. این مردم است که اول الامر خود را انتخاب میکنند، البته در سایه قانون. اول الامر در سایه قانون از طرف مردم انتخاب می شود، طوری که ابوبکر صدیق را انتخاب کردند در سقیفه بنی ساعده، در یک رأی گیری آزاد و در انتخاب آزاد. قبل از او کسایی را انتخاب کرده بودند که از اوس و خزرج از انصار بودند، ولی زمانی که عمر بن الخطاب نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفتند و گفتند که امت را دریاب که به هلاکت نرسند، و رفتند در سقیفه بنی ساعده و بالاخره اجماع صحابه بر ابوبکر صدیق رضی الله عنه شد و این آمد در مسجد نبوی و گفتند که عمر بن الخطاب اولین کسی بود که دست بیعت با ابوبکر صدیق را فشار داد. پس این انتخاب شد. عمر فاروق از طرف ابوبکر صدیق پیشنهاد شد، نامزد شد، ولی صحابه او را انتخاب کردند برای آزادشان. و گفت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که نظر من در مورد عمر بن الخطاب است، شما هر چی که فکر میکنند. عمر بن الخطاب 6 نفر را کاندید کرد که هر کدام رأی اکثر را از آن خود ساخت او من حیث امیر المؤمنین انتخاب شود. و به عین ترتیب عثمان بن عفان توسط انصار و مهاجرین تا یک شورا تعیین شد. عثمان بن عفان که ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنه او را نامزد کرد و او تا شورای انصار و مهاجرین انتخاب شد. علی بن ابی طالب خودش میگوید که من همان طوری که قبل از من خلفای مسلمین، امرای مسلمین انتخاب شدن، توسط شورای مهاجرین و انصار انتخاب شدم. پس در یک نظام سیاسی اسلامی انتخاب امیر و انتخاب حاکم و انتخاب اولو الامر اختیاراتش به دست مردم است و مردم فیصله میکنه چه کسی را باید انتخاب بکنند. البته شروط و مواصفات برای انتخاب کسانی که نظر میتند انتخاب کنندگان هستند، رأی دهندگان هستند، شروط و مواصفات داره. همچنان امیر و یا مسئول و یا والی و یا وزیر مواصفات را دارا می باشه که انتخاب می شود. و در این راستا است که این مردم است که رئیس دولت را انتخاب میکنند و در برابر قانون هیچ کسی مستثنا نیست. امیر و رئیس دولت و اولو الامر در نظام اسلامی قابل محاکمه است اگر تخلف میکنه، قابل عزل شدن، برطرف شدن است اگر برای نظام اداری و سیاسی صلاحیت سیاسی نداشته باشد. یعنی به این معنا نیست که او فوق قانون است. سلطان واجب الامر غیر مسئول وجود نداره. و چیز دیگری که در نظام سیاسی اسلام بسیار مهم است مسئولیت زمامدار است که در دنیا در برابر
قضای اسلامی مسئول است. اگر مخالفت میکنه همان طوری که یک فرد عادی در برابر قاضی احضار می شود، یک فرد شماره یک دولت هم احضار می شود و در برابر قضا در دنیا مسئولیت داره و در برابر امت در امر از امورات امت اگر کوتاهی میکنه مسئولیت داره و در برابر الله سبحانه و تعالی در روز آخرت مسئول است اگر ای تخلف میکنه. ای از زیربناهای نظام سیاسی در اسلام است. چیزی که نظام سیاسی در اسلام را برجسته تر جلوه میته و عبارت است شورای اسلامی است که زیربنای نظام اسلامی را تشکیل میده. زیرا شورا یکی از صفات برجسته جامعه اسلامی است که دیگر جوامع را به اصطلاح از دیگر جوامع خود را جدا می سازه و قرآن کریم می فرماید و امرهم شورا بینهم، امورات مسلمین با مشوره در بینشان پیش می رود. هر نظامی که با مردم و نمایندگان مردم یک شورای مقتدر که در مسائل مهم و حیاتی و مسائل اساسی و مملکت نظر بتن اگر نداشته باشه و با نمایندگان مردم شورا نکنه، این نظام استبدادی را اسلام شدیدا محکوم میکنه. زیرا که زیربنای نظام سیاسی در اسلام بر مبنای شورا پایه‌گذاری شده. امکان نداره که یک انسان به اساس تغلب و زور و استبداد و دیپچیک و کلاشینکوف و تهدید به کشتن و بستن و اعدام کردن و به زندان انداختن به این سیستم و بگویه که ما یک نظام بر مبنای پایه های اسلام ساختیم. نه، برجستگی نظام اسلامی در داشتن یک شورای منتخبی است که تمام امورات اساسی این نظام را مورد بحث و بررسی و مورد رقابت و مورد زیر چشمان خود قرار میده. مهمترین چیزی که در یک نظام سیاسی در اسلام است این عبارت است تطبیق عدالت در بین افراد امت است. یکی از اهداف بزرگ نظام اسلامی عبارت است تطبیق عدالت اجتماعی است. عدالت در تمام بخش‌های زندگی، عدالت در تقسیم چوکی‌های نظام، عدالت در تقسیم ثروت‌های ملی و بیت المال، عدالت در چگونگی برخورد با مردم و با افراد آحاد امت، عدالت در بخش‌های امورات سیاسی و نظامی و اجتماعی و اقتصادی. در تمام بخش‌ها باید عدالت باشه. هیچ امکان نداره که در یک سایه یک نظام اسلامی حتی یک غیر مسلمان هم اذیت شود، اگر یهودی باشه، نصرانی باشه، هندو باشه، هر کسی که باشه، چه رسد به کسانی که اکثریت او امت را تشکیل میدهند. عدالت اسلامی و عدالت اجتماعی از بزرگترین اهداف یک نظام سیاسی در اسلام است که ما امروز او را در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی متاسفانه نداریم. عدالت در برابر شناخته ها و غیر شناخته ها، عدالت در برابر حزب خود ما و سایر احزاب، عدالت در برابر دشمنان و دوستان ما که ما یکی را دشمن فکر میکنیم و قوم رقیب و دیگر را دوست خود و قوم خود ما فکر میکنیم، در تمامش یکسان باشه. اگر در ادارات دولتی چنان یک نظام ما تشکیل بتیم که افراد شناخته خود ما فوق باشه و تمام صلاحیت ها و نظام ها و اختیار در دستش بتیم و دیگران که اگر اهلیت و کفایت هم داشته باشه ما او را حیثیت یک بال پشه و بال مگس اهمیت ندیم، ما خائن هستیم، ما به اسلام خیانت کردیم، ما به عدالت خلفای راشده خیانت کردیم، ما به مو قرآن خیانت کردیم که می فرماید که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. شما را وادار نسازد دشمنی و مخالفت با یک گروه و با یک قوم که عدالت را شما تطبیق نکنند و از عدالت شما عدول کنند
و انحراف کنند بلکه عدالت کنند، این نزدیکتر است به تقوا، به ترس الله. این نزدیکتر است. بنابراین عدالت یکی از زیربناهای قوی و اساسی در یک نظام سیاسی اسلامی است. چیز دیگر در نظام اسلامی اهمیت بسزای داره و از واجبات نظام سیاسی در اسلام است. او کمک گرفتن برای پیش بردن امورات نظام سیاسی اسلامی از شخصیت هایی که اهلیت داره، کفایت داره و این بسیار مهم است. این از ضروریات یک نظام سیاسی در اسلام است. ضرور است که در انتخاب وزرا، در انتخاب معاونین وزرا، در انتخاب والیا، در انتخاب معاونین والیها، در انتخاب حتی ولسوالها و قماندانهای امنیه و غیره، ما کسانی را که اونا شخصیت دارند، کفایت دارند، اهلیت دارند و اونا در جامعه اسلامی بر مبنای مقتضیات عصر و زمان موجود میتونند که اکتیو و فعال باشند و نقش سازنده و نقش فعال را بازی کنند، از اونا ما باید استفاده بکنیم. و ضرورت میره که یک هیئت نظار و یک هیئت مراقب و یک هیئت که تحت نظارت داشته باشه اعمال والیان را، همینطور ما یک هیئت صاحب کفایت و اهلیت تعیین کنیم که باید این تشکیلات را به می ترتیب باید بسازند. اینطور نمیشه که ما یک نظام را مثلا در کشورهای عربی و اسلامی میبینیم هر کس که کودتا کرد رفقای خود مقرر میکنه و دیگه که در برنده شد در یک انتخابات رفقای خود انتخاب میکنه، دیگرایی که حتی اهلیت هم در انتخاب نمیکنه. و این عدالت است. صحابه میطور میکردند. در نظام سیاسی اسلام این زهر قاتل است. هیچ وقت نشده که عمر بن الخطاب آمده باشه افرادی را که ابوبکر صدیق تعیین کرده و یا در زمانش کار میکردن، چون حکومت به دست ما رسیده دیگه اینا اجازه ندارند که در امورات سیاسی و امورات اجتماعی فعالیت کنند. این کار نکردند. حال ما گاهی به اندیشه که ما برندست ما قدرت گرفتیم در نظام های عربی و اسلامی، دیگه کس مجالم نمیته. حتی دیگه کس اگه درباره اسلام صحبت کنه میگه نه این حق تو نیست، چون نظام ما گرفتیم تو حق گپ زدن هم نداری. این از فقر فرهنگی نمایندگی میکنه. این از بیچارگی ما در معلومات سیاسی نمایندگی میکنه. این از فقر ما و حتی از ترس ما که ما از مردم میترسیم. ما از لیاقت و استعداد میترسیم که اگر ما در اونجا بودم و یه هم بود، ما خود در اونجا دیگه شاید نورانیت ما خاموش شود. این درست نیست. پیامبر علیه السلام به حسان ابن ثابت میگوید که شعر بخوان. اوجهم ایدک الله به روح القدس حجوک کفار را، الله متعال توسط روح القدس تو را تایید کنه. سعد ابن ابی وقاص را میگوید که ارم فداک به ابی و امی، پدر و مادرم قربان تیراندازی کن. خالد بن ولید را سیف الله المسلول، شمشیر برهنه خدا از غلاب برآمده پروردگار سبحانه و تعالی معرفی میداره. با ابوبکر و عمر مشوره میکنه رضی الله عنهما و امثال این مطالب. بلال حبشی را میگوید که آذان بده، صدای بسیار گیر و دلنشین داشت. هیچ وقت نشده که برای خالد بن ولید بگوید که تو وظیفه حسان بن ثابت انجام بده، تو شعر بخوان. حسان بن ثابت در جای خالد بن ولید مقرر کرده باشه. هیچ وقت نشده که ابوبکر و عمر را در جای سعد بن ابی وقاص که به شکل دائمی یا شکل به جای خالد بن ولید. این به خاطر است که استعدادها و کفایتها را تشخیص میداد، هر کسی را در جای خودش میگماشت و از آن استفاده میکرد. یکی از برجستگی ها و خصوصیات نظام اسلامی است. و چیز دیگری که ضرور است در نظام سیاسی اسلامی، تا زمانی که یک اولوالامر، والیان، وزرا
رئیس دولت، امیر المؤمنین، معاونینش، شورایش، تا زمانی که به امر الله و رسولش پابند هستند و عدالت اجتماعی را تطبیق میکنند و در تمام تصرفات و تشکیلاتشان بر مبنای عدالت اجتماعی حرکت میکنند، پس بالای امت به گفته طوری که در کتاب‌های سیاسی اسلامی مانند الماوردی که در احکام سلطانیه ذکر کرده، اینا دو حق را بالای امت دارند. یکی حق اطاعت که از اینا باید اطاعت صورت بگیره و دوم حق نصرت که در پهلویشان ما در امورات خیر کمکشان کنیم تا زمانی که اینا واقعا بر مبنای یک عدالت اجتماعی حرکت میکنند. اگر در اونجا تفاوت ها بود، به عدالتی ها بود و در اونجا یکی رفته 50 برابر بیشتر معاش میگیره و یکی دیگه نان خوردن خود نداره و از اون مالیه ما بگیریم. به طور مثال من نمیگم که در هر نظامی که باشه بازی به عدالتی ها باید اصلاح شود. این حق ملت است که اگر امام در پیشرویشان، امام حتی در نماز که امامت صغرا است، اشتباه میکنه، حق مردم است که او را باید فتحه بده، او را تصحیح کنه. چه رسد به امامت کبرا که اگر پای خود کج میمانه، حق کی است؟ چه کسی در برابر امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب در روز اول خلافتش که گفت اگر من انحراف کردم مرا اصلاح کنند، چه کسی بلند شد غیر از امتی که با او زندگی میکردند؟ چرا ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمود اطیعونی ما اطعت الله و رسوله، تا زمانی که من از الله و رسولش اطاعت میکنم از من اطاعت کنند، و اگر من عصیان کردم پس اطاعت من بالای شما واجب نیست. وقتی که اطاعت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق در وقتی که تخلف کنه برای ملت این اندیشه را میته که واجب نیست، اطاعت خلفای عصر قرن 21 خب کلی واجب نیست اگر تخلف کنند. این البته شرط داره. چیز دیگری که ضرور است در نظام سیاسی در اسلام، یک امت، وحدت امت و از واجبات است. ما یک امت باید باشه و یک امام باید باشه. در این شرط ضرور است که باید یک امت و یک امام باید باشه. امام باید از طریق مردم و از طریق قانون و از طریق شورای یا اهل الحل و العقد و یا انتخاب نمایندگان مردم که اهلیت این شورا را و دور اندیشی در انتخاب چگونه خلیفه را انتخاب کنند که در بخش دینی و سیاسی و اقتصادی و اداری و تمامش این خبره و دانش و فهم را داره، این انتخاب میکنند. بعد از او این امت یک امت است. ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاعبدون. و این یک امام باید داشته باشه، یک رهبریت. هیچ امکان نداره که در کشورهای حتی در اروپا در کشورهایشان یک رهبریت است، دو تا نیست، یک قانون است، دو تا نیست. اما این بر مبنای همونطور که اختیار حاکم و انتخاب حاکم توسط رأی مستقیم مردم علنی انتخاب میشه، بعد از این دولت هم قوی میشه. متاسفانه در کشورهای عربی و اسلامی اکثرا برای مردم مجال نمیتن. حتی اگر گفتی که این کار شوه تو را من حیث یاغی و باقی به زندان مندازن یا واجب القتلت معرفی میکنن، چون ما عقب ماندیم از فهم دین خود. حتی همون نظام سیاسی که ما ادعا داریم نمیفهمیم که چگونه است، چون ما نداشتیم. چندین دهه است که ما از این نظام ها محروم بودیم. تنها در ذهن ما همین میگذره که اگر در برابر نظام کسی حرف زد باید تیرباران شود، باید به زندان بفته، و این میگن نظام استبداد. وحدت امت و یک پارچگی قیادت و رهبریت ای از زیربناهای نظام سیاسی در اسلام است. چیز دیگری در نظام سیاسی اسلام عبارت از این است که تمام آزادی های مردم
در سایه نظام سیاسی اسلام محفوظ و مسئول باید باشه. در غیر آن ادعا دروغ است. آزادی شخصی، آزادی دینی، آزادی فکری، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی در معاملات، در روابط اجتماعی، این باید مسئول و محفوظ باشه. متاسفانه شما در برخی نظام ها به منبر بالا نمیتونید، صحبت کرده نمیتونید. شما اجازه ندارین که یک تلویزیون داشته باشند، اجازه ندارین که حتی نظرتان بگویند. چرا سبایی که تحلیل کنند، چرا سبایی که کنفرانس و سیمینار تشکیل بدن؟ این نظام اسلامی است؟ اسلام میتونه حکم میکنه؟ یا ما اسلام نمیفهمیم، یا اسلامی رو که برای مردم ما تعریف میکنیم اسلام خلاف اسلام رسول الله و خلفای راشدین است. ما یک اسلام جدید را خود ما برای مردم میخوایم که تحلیل و تفسیر بکنیم. اسلامی که به ما یاد داده، اسلامی که در قرآن است، اسلام قرآن، اسلام سنت، اسلام خلفای راشدین، اسلام خالص دوران طلایی، امیر برای یک غلام آزاد شده اجازه داد که او بر بام کعبه بلند شود و صدای رسای آزادی و شهادتین را بلند کنه. او برای ادنا یک فرد او امت اجازه داد که در برابر یک خلیفه بلند شود و بگوید که لباس تو دراز است، من از تو اطاعت نمی کنم تا که را ثابت نگردانی. اسلام قرآن به ما این یاد داد که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اسلام قرآن به ما این یاد داد که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان و زنان اهل ایمان یکی همکار دیگه شان است، امر به معروف میکنند و نهی عن المنکر میکنند. اسلام قرآن و اسلام صحابه و اسلام خیر القرون به ما یاد داد که زنان تجارت میکردند. زنان در دامنه های احد و در صلح حدیبیه و در دیگران برای پیامبر همکاری میکردند و مشوره میدادند. اسلام قرآن به ما یاد داد که این دین دین زن و مرد است. الله معبود زنان و مردان است. جایی که مؤمنین ذکر شد مؤمنات ذکر شد، جایی که مسلمین ذکر شد مسلمات ذکر شد، در پهلوی صادقین صادقات ذکر شد، در پهلوی کسانی که صابرین بود صابرات ذکر شد. این قرآن به ما امیر تعلیم داد که نصف دین را یک زن روایت کنه. عالمه بود، مفسره بود، محدثه بود و زن در زمان عمر بن خطاب در بازار به صفت شاروال مقرر میشه و میگرده و امورات مردم را کنترل میکنه، مسائل اقتصادی را. و کسی که معاملات و تجارت یاد نداشت او را اجازه نمیداد که خرید و فروش کنه، چرا میگفت که حلال و حرام یاد نداره. این آزادی ها را برایش داد، آزادی دینی، آزادی فکری. اما این آزادی آزادی حقوق است، نه آزادی فسوق. آزادی حقوق و آزادی فسوق فرق میکنه. ما وقتی که میگیم آزادی در این چوکات هر کس آزادی داره. آیا در کشورهای ما اگر یک شخص را بگیم تو در فلانی حزب بودی اجازه داره که بعد از این صحبت کنه در تلویزیون؟ اجازه داره که از خود پانتون داشته باشه؟ اجازه داره که از خود بره و منبر و تبلیغ کنه، مردم جمع کنه، سیمینار کنفرانس، اما احکام دین برش یاد بده؟ در جامعه ما خود طوری است که اگر یک نفر را گفتیم که از قوم ما نیستی دیگه او حلال و حرامش هم قبول نداریم. از حزب ما نیستی حلال و حرام و تبلیغ و دعوت او را میگیم که دیگه سر چلیپا میکشیم. آیا این اسلام است؟ این زیر بنای یک نظام اسلامی است؟ نه خیر. ما باید خود را چنج کنیم. ما باید به اسلام رجوع کنیم، به اسلام رجوع کنیم و یک تعداد کثیر از مردم باز پیدا می شوند که به اصطلاح بگویند که آل دیگه وقت احزاب هم ختم است، وقت اسلام خو ختم نیست، دعوت خو ختم نیست، دین خو ختم نیست، شخصیت و تقوای مردم خو از بین نرفته و یا کل از بین رفته. و دیگه چیزی که در یک نظام سیاسی اسلامی ضرور است اصل مساوات است. مساوات در بین مردم.
عدالت در بین مردم با اختلاف شکل و رنگ و زبان و قومی که داره، ما ایره باید مراعات بکنیم. پیامبر اسلام میفرماید که قسم به الله که جان محمد در دست او است، اگر فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم دزدی کنه دست او را من قطع میکنم. این عدالت میگه. این عدالت نمیگه که اگر کسی ترازی عدالت به دست خودت داد، تتوی خودت که اسب تازی از او برابر کنی. تو لعنت ده پدا هستی منصفیشه چه قبل تتو او ده بل اسب برابر کن. امیدوارم که ما تانسته باشم در روشنایی تحلیل و تفسیره زیر بناهای نظام سیاسی اسلام را فقط نام بردم، شرح ندادم. اگر شرح بتم از شروعش تا به آخرش شاید 10 ساعت ما داری صحبت کنیم. به می اکتفا میکنم. سلامت باشن، در حفظ و امان الله باشن. انشاءالله العزیز که یک نشید را میشنویم و بعدا در خدمت شما خواهم بود انشاءالله العزیز. منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ چرا از من گریزانی؟ منم آن مونس قبرت، منم نور شب سردت. بیا با من بگو دردت اگر داری پریشانی. منم حبل متین حق، منم پیغام دین حق. به جنات برین حق مرا باشد گلستانی. برای مؤمنان شافی، ز دست کافران شاکی. دلیل و حجت کافی، منم درگاه سبحانی. منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ چرا از من گریزانی؟ منم آن مونس قبرت، منم نور شب سردت. بیا با من بگو دردت اگر داری پریشانی. بیا درگاه معبودت که مشکل می گشاید او. نقاب غصه را برکش، بیا در باغ ایمانی. به دنیا و متاع آن مبند انسان دل خود را. بیا در صحن امن من، مرو در راه شیطانی. منم سرچشمه عزت، منم آن مظهر
گوهر وحدت، منم برکت منم رحمت ز سوی ذات رحمانی. عمل بر آیه های من تو را مأوا به جنات است، منم شافع برای تو اگر خواهان رضوانی. منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ چرا از من گریزانی؟ منم آن مونس قبرت، منم نور شب سردت، بیا با من بگو دردت اگر داری پریشانی. منم پیغام جاویدان برای توده انسان، ندیدید ای مسلمانان مگر اعجاز قرآنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، امیدوارم که صحبت‌هایی که در رابطه با زیربناهای نظام سیاسی در اسلام انجام خدمت شما عرض رسانیدم انشاءالله مفید و مؤثر واقع شده باشه. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی فهم ما را در رابطه با شناخت یک نظام سیاسی در اسلام بلند ببره و برای ما توفیق عنایت بفرماید که ما از چوکات‌های تنگ و تاریک عصبیت، قومیت و سمتگرایی و فرقه‌گرایی بیرون برایم و در چوکات وسیع و فراخ قانون اسلامی و عدالت اجتماعی یکدیگر خود را من حیث دو برادر و خواهر مسلمان و یا دو انسان که در پهلوی همدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، ما زندگی انسانی خود را معزز و مکرم پیش ببریم. آمین یا رب العالمین. من مرور میکنم به نوشته های شما و بعدا اگر گفتنی نبود از شما مرخص میشم ان شاء الله العزیز. برادران و خواهرانی که سلام دادن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میبینم اگر کدام سوال بود از برادران و یا خواهرای گرامی، در غیر آن از شما مرخص خواهم شد. سید اشرف بزرگوار نوشتن: استاد گرامی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. مقرری های اسلامی باید به سویه میبینید. من بخیالم که مقرری های اسلامی باید به سویه علمی صورت گیرد یا علم و دانش مهم نیست، موفق دارین باشند. ببینیم که مسئله علم و دانش در هر علم ضرور است. همی که علما میگند کل طلب العلم فریضة علی کل مسلم و در بحث نسخه ها مسلمتون مسلمین و مسلمتین هم علاوه شده. به هر صورت اگری مخاطبش مذکرم باشه در تحت خطاب خواهران ما شامل میشه اتومات، مثل که در سایر مخاطبات قرآن کریم شامل شدن. یا ایها الذین آمنو، این مخاطبش اهل ایمان مذکر است اما خواهران ما شامل است. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آیا علی المؤمنات نیست؟ خب مؤمنات هم شامل است. به هر صورت حال در هر چیزی که ما فهم و علم او را نداشته باشیم چگونه ما او مسلک پیش میبریم؟ یک کسی که متروانی میکنه باید یاد داشته باشه.
یک کسی که برقا را ترمیم میکنه باید یاد داشته باشه. یک کسی که در اقتصاد و در تجارت صحبت مسائل بانکداری پیش میبره باید یاد داشته باشه. یک کسی که کتاب فقهی را برای دیگران درس میده باید یاد داشته باشه. همچنان زمامداری، دولتداری، مردمداری، حکم روایی خودش یک هنر است، یک فن است و در این علم و فهم و درایت که نباشه چه قسم انسان او را پیش میبره. اینطور هم نمیشه که با اسنادهای ساختگی بسازیم و برای ما مردم لیسانس و ماستری و دکترا بتن و ما فقط به خاطر این دکترا و چیزای ماستری ساختگی خود بریم در یک کرسی را اشغال کنیم. این خیانت است. خیانت است به دولت، خیانت است به ملت، خیانت است به خود ما، به آخرت ما. بنابراین فهم و علم در هر چیز ضرور است. البته معیارها در پهلوی از او مسئله تقوا است و مسئله امانتداری است که البته او صفات را در کتابا بیان شده. بله، فکر میکنم که سوال دیگه وجود نداره. سلامت باشین برادران و خواهران گرامی. من از تکسایی که خواندم دیگه سوال وجود نداره. من از شما مرخص میشم. این تلفنم فعلا آمد، من تلفنم میگیرم انشالله و بعدا اگر بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام جداگانه برای تمام بینندگان شما هم تقدیم میکنم. خداوند همه شهدا و همه رفتگان ما را ببخشه و شمولشید. آمین. استاد عزیز، پروگرام شنیدیم ماشاءالله. در پروگرام شما اینطور یک درس گرفتم که دیگه همین حکومتی که ما در افغانستان هم داریم یک رقم در نظر من خلل داره دیگه. وقتی که در افغانستان حکومت اسلامی هست، همه چیزهای اسلامی بسته میشه، شما از جنازه های که اصلا کس اجازه نداره جنازه شو برای یاد کردید. ما از دورانایی که خواهر نایید شهید شد شاگردای لیسه حبیبیه بودیم که از طرف شو دادن که دفنش کنن، کس اجازه نبود کنجا بره. اما ترکایی ببینین از متوکل خداوند غریق رحمتش کنه، سگ خوردش، تیزاب زدن، چشمایش کشیدگی معلوم نشد که چی شد. به می شکل چیزایی که شما قصه کردین واقعا یک درس است. کسایی که مشنوه، مخصوصا کسایی که در کرسی دولت هاست، واقعا که یک درس است. امروز ببینید که در درون خودمی کشوری که ما شما زندگی میکنیم، اگر شما یک اوسبیلدون یک جایی که 2 سال یک درس نخواندین، شما را کس پیچکش در دستان نمیمونه بگیرین. باید سند داشته باشین و سند شما هم از چند جای تیر میشه، بررسی میشه. اگر ما اینقدر دکترا داریم، وزیرای ما اینقدر دکترا داریم، ما چرا قدر بدبخت هستیم؟ وزیر ما در پشت میکروفون منبر دشنام دادن یاد داره، نصیحت یاد نداره. مکتب ما که بسته میمانه استاد عزیز، شاگرد که درس نخوان مکتب نرفت، از این شما چی جور میکنید؟ یا گوچران یا بیچاره بره در کره شفتل بچینه. پس چرا ما وقتی که قرآن میگه خداوند که برای ما امر کرده که باید ما درس بخوانیم، کتابی که ما به او ایمان داریم ما را طرف درس میکشانه، طرف تعلیم میکشانه، آگاهی باید پیدا کنیم. آیا قدرت مایی که سر قدرت هستیم تو به نوز بالله از او خدا کرده بلندتر است؟ با اون چیزی که ما ایمان و عقیده داریم، آیا مغز ما اینقدر متفکر است که از وام که بالاتر ما میشینیم؟ من از شما سوال کنم استاد عزیز، چیزی که قرآن میگه یا خداوند میگه، یکی گناه است که آدم صاحب گناه میشه، گناه کبیره یا صغیره گناهکار است. یکی کسی که میفهمه میکنه، یک شخص میفهمه که ظلم است اینمی، اونمون رو میکنه. اینجا شریعت چی میگه، اسلام چی میگه، قرآن چی میگه، رسول مبارک چی میگه؟ اگر ما اینقدر کودن و کرزین باشیم والله حال ما خراب است استاد عزیز. اگر به می شکل مکتب باشه از این من نمیفهم چی رقم شاگردای گوسفندی خواهد دیر آمد.
من پروگرام شما رو شنیدم، چیزی که شما در این پروگرام گفتید من نمیبینم در کشور خود. استاد عزیز، پانتون اسلامی بسته میشه، تلویزیون اسلامی بسته میشه، اسلامیش یک طرف بانید، تلویزیونی که درد ملت میگه. اگر در پشت سر یک اسلام پیوند کردیم با دشمنای زیادتر میشه. یک تلویزیونی که درد ملت میگه بسته میشه، یک تلویزیونی که 1001 فساد آورد حال یک ریشه که مبارک مونده باز میشه. این چیز که آدم میبینه. استاد عزیز، برای ما امون درسای سابقتان که یادم میه والله غیر از منافق چیز گفتن نمیتونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گاهی وقت در شروع نظام ها به یک سیستم تشکیل می شوند و حاکمیت را به دست می گیرند که با گذشت زمان و مرور زمان اینا هر قدری که میگذره و حالت اولیشان نمیمانه. تجربه حاصل میکنند و یا ای که با جامعه عادت میکنند و فشارها را میبینند، دنیا را میبینند و مسئولیت ها را میبینند، درس میگیرند، اسلام میشوند. اگر دولت ها با گذشت زمان درس نگیره، با زمان معامله دیگه با او اهل زمان با او دیگه معامله میکنه و عبارت از اون معامله‌ای است که در تاریخ افغانستان ما طی عمر مختصر خود 12 الی 13 دولت دیدیم و این کلش امتحان است. در این ارگ بسیار مردم داخل شد، کس زنده برآمد و کس تکه و پارچه برآمد. کس در و دیوار این ارگ به خون خودش و اولاداش سرخ شد بنابر بی تفاوتی و غفلتش، و کسایی هم برای معالجه رفتن دولتشان سرنگون شد. 40 ساله سلطان و پادشاه بودند، یک مرمی هوایی به نفع اونا فیر نکرد در کل افغانستان کسی. اما تو خاموش در خاموش حکومت از دستش رفت. کسایی بودند که 40 و چند کشور بیرونی در پهلوش استاد بود، مگر امرای چپلک گریخت، امرای چپلک ها گریخت، گو بوتای ماند. کسای دیگهش بارهای دلار و خزانه های دلار و سرمایهشان باقی ماند، حتی از کیلرها و اتاقهای خوابشان دلارها را بیرون کشیدند، میلیونها دلار را. کسای موترهای چالانشان، ماشین موترهایشان چالان بر سر بندر حیرتان خودشان گریختند. کسای از بین زمین موترهای ضد گلولهشان مانند جنایز بعداً کشف شد و بیرون کشیده شد. این دنیا است و بنابراین نظامداری و حکومتداری ما را باید مردمدار بسازه، اخلاق ما را اجتماعی بسازه، اخلاق ما را باید عمومی بسازه. و به این خاطر است که شما یادآوری از این کردن که در رابطه با مسائل تلویزیون ها یادآوری کردن که تلویزیون های منحت دیروزی امروز میاند بر طرفداران و یا متصدیان تلویزیون های که مدافع منافع ملی و ارزش های اسلامی هستند قضاوت میکنند و او را اعلان میدارند که اینا از ارزش های اسلامی و انسانی و ارزش های ملی تخطی کردند. همین مشکل است. تا زمانی که ما بدانیم که ما به کدام راه و رسم حرکت داریم و به هوش بیم، یک وقت را کار داره. اگر اصلاح شدیم و بیدار شدیم خوشا به حال ما، و اگر مست و مخمور بودیم در باده قدرت، باز تاریخ نه چندان دور بلکه بسیار نزدیک ما به ما این درس را داده که ما به کدام سمت و سوی حرکت داریم. امیدوارم که ما عبرت بگیریم، امیدوارم که ما بیدار باشیم و بیدار شویم. امیدوارم که دست برادر خدا فشار بتیم، مخلصانه فشار بتیم. امیدوارم که ما صحبت‌های ملت را
گوشهای خود کر نندازیم. چرا؟ کسانی که گوش کر داره، چشمای کور داره و قلب بدون معرفت داره، رب العالمین اونا را تایید نمیکنه. هر کسی که باشه. و ما خود مسلمان هستیم، اهل ایمان هستیم و ما در سیادت قانون و در سایه قانون ما میدانیم که ما چه باید بکنیم. از تعلیم و تعلم یاد کردند. سگ از حیوان است، اگر تعلیم داده شود شکار دهان از او پاک است. چه رسه به انسان، چه رسه به دختر مبارک ما، به زن مبارک ما، به خواهر مبارک ما، به مادر محترمه ما که اگر برای او تعلیم داده شود. حیوانی را شما تعلیم میتن، از برکت تعلیم شکار دهان سگ تعلیم یافته پاک است. اما سگای کوچه و بازار اگر 1000 بار الله اکبر بگی شکار از دانش بکشی و حلال نیست. این برکت علم است. علم سگ را شرف می بخشه بر سایر سگها، برتری می بخشه بر سایر سگها. ما این صفت را از دختران و از فرزندان خود اگر میگیریم پس ما جفا کردیم. اسلام دین علم است. امت اسلام برتریش در علم و معرفت و امر بالمعروف است. والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان و زنان امت و اهل ایمان به خاطر امر بالمعروف و نهی عن المنکر برتری پیدا کردن بالای سایر امت ها و قرآن صفت خیریت به خاطر امی داد که اینا علم دارند. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. زنان امت رسول الله به خاطر علمشان از سایر زنان برتر معرفی شده، نه به خاطر جهلشان، نه به خاطر عدم فهمشان. و ما امی برتری که قرآن برش داده دروازه‌اش بروش بسته کنیم؟ نه خیر، اجازه نداریم. قرآن میگه که این صفت برتری رو برای زنا باید بتیم، برای مردا باید بتیم. ما این صفت برتری از اون میگیریم؟ استغفر الله. ما در برابر کی قدم کردیم؟ معلوم است. الله متعال ما را هدایت کنه و ما را امرای برتری و هدایت نصیب ما بگردانه. سلامت باشیم برادران و خواهران گرامی. با می اکتفا میکنیم. شما را تا برنامه آینده به الله یکتا و به همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أيقظتم أمة نائمة بطوفانكم، وغسلتم ذلها وهوانها بدمائكم، وأحييتم فيها حب التضحية والجهاد مجددا بإقدامكم. فقاوم فديتك يا فتى غزة، فقاوم فديتك لا تستكن، سينطق غصن بيوم الوعيد. فقاوم 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 فديتك لا تستكن، فقاوم فديتك لا تستكن، سينطق غصن بيوم الوعيد. توالت بشائر من قدسنا بغزة جيش يفل الحديد، أعدوا البطولات في أرضنا وخطوا بصبر لنصر مجيد. وقالوا سنحيا كراما عزمنا، سنمضي ولا لن نحيد. فيا قدس صبرا سنجلو الظلام بطوفان أقصى وفجر جديد. وراعت يهود لقرب الوعود وجسنا الديار ببأس شديد.